راستی سمیرا ماه دیگه عروسی خواهر شوهر است. توفه زهرم گرفت میشه. چی میخوای تنت کنی؟ نمیدونم والا، ولی میگم داوود موهاش چون بوره، منم طلایی بپوشم با هم دیگه ست کنیم. قشنگه. اگه اینجوری باشه چون موهای محمدم جوگندمیه منم سیاه‌سفید تنم کنم. خوب میشه؟ آفرین. خوبه. راستی فاتی تو چی میخوای تنت کنی؟ والا که من نمیام. چرا فاتی؟ بابا هر جور که دارم فکر میکنم نمیتونم بیام. شما که دارین با محمد و داوود ست میکنین، من اگه اینجوری باشه بخوام ست کنم بعد لخ بیام، چون حبیب کتله مو نداره من سی بپوشم بیام. من که نمیام. آفرین. خوبه. شک از این وری هم بپرس دیگه، بگو تو چی میخوای تنت کنی؟ چیکار کنم؟ و چرا میگی موضوع بده؟ بده من بزنم اینجا. برو. برو. شوهرتون ست کنی. این حبیب کتله، پس من بعد لخ بیام دیگه. چیزی بخوام باهاش ست کنم. کتله اون داره چی کار کنم؟ سی بپوشم نمیشه که من نمیام.